تازه های تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من شعله گلخوجه هستم. در خدمتتان عزیزان سلام. در برنامه امروز 3 دکبر این موضوع ها را داریم. بارگران انداز بعد از چند سال امتیاز بناهای کارخانه بزرگ نساج خوجند را حبس کردند. برای تعمیر سرمایه گذار می جویند. یک گروه از زنان معلول تاجیک می گویند اگر کارخانه را فعال نکنند از بنا جدا شده محروم می گردند. تو یه اما 2 ماه دیگه مهلت دارم که دست میخوایم که کاری که نکنی میگیرم که کسی پیدا میمونه. و آب و هوا شناسان جهانی میگویند سال 2022 سال گرمترین در تاریخ بوده است. آغاز میکنم از خبر دیگر. در دوشنبه یک جوان زنی را با اتهام حمله با کارد به مادر 50 ساله‌اش بازداشت کردند. ریاست کارهای داخلی خبر میدهد طبق سنجش پیشکی آنها روز 24 نوامبر زن 32 ساله متهم در پی جنجال اویلوی با مادرش او را کارد میزند. جبردیده با جراحت‌ها در بیمارستان قرار دارد. به قول منبع تفتیش این قضیه بعد نشر مراجعه ویدیویی جبردیده در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است. در این نوار مادر دو دخترش را به آن متهم میکند که به خاطر صاحب شدن منزلش قصد کشتارش را داشتند. فعلا نظر بازداشت شده به این اتهام در دست نیست. مقامات انداز در شهر خوجند بناهای یکی از شرکت‌های بزرگ کشور نساج خوجند را حبس کرده در یک مزایده آن را به فروش گذاشتند. سبب حبس بناها پرداخت نشدن انداز گفته می شود. شرکت نساج خوجند قریب 1 عصر پیش به کار انداخته شده در آن بیش از 1000 نفر بافندگان و مهندسان فعالیت می‌کردند. به گفته مسئولان مال شرکت به روسیه و ایتالیا و اخیراً به بلاروس صادرات می‌شد. ادامه در گزارش فرزان محمدی. بنا به قرار کمیته انداز 6 بنای متعلق به شرکت نساج خوجند از 17 نوامبر امسال به حبس گرفته شده برای رویانیدن بقیه قرض انداز به فروش برآورده می شود. این مزایده 2 بنای معموری، سیخ دوزندگی، بنای استحصالات ابریشمتابی، بنای دوزندگی و تالار نمایش متاحها را همراه با قطعه زمین نزد بناها در بر می گیرد. نرخ ابتدایی این مال و ملک را 2,103,950 سامانی معین کردند. اینامجان پاچاخانوف رئیس نساج خوجند روز 2 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا بنای کارخانه از سوی ناظران کمیته انداز حبس شدند، ولی گفت به فروش بناها راضی نیستند. به نقل پاچاخانوف نساج خوجند تا سال 2020 در پرداخت انداز امتیاز داشت، چون سال 2014 تجهیزات نوی خارجی را وارد کرده بود. بنا بر سند آخرین محاسبه که او دیده است، قرض کارخانه از انداز به 1,300,000 سامانی می رسد و صاحب ملکان حدود 700,000 آن را پرداخته تلاش دارند مبلغی مانده را نیز بدهند. رئیس نساج خوجند میگوید تا زمان حبس بناها حتی در آغاز پاندمی تلاش کردند کارخانه فعال باشد و به تولید نقاب شروع کردند. اما به گفته اینامجان پاچاخانوف بسیار از خریداران پول متاحهای استحصال شده را ندادند و در نتیجه وضع مالی شرکت ناگوار شد. عبدالقیوم واحدوف سردار اداره انداز ولایت سوخت در یک تماس کوتاه تلفنی به رادیو آزادی گفت بناهای شرکت برای رویاندن قرض انداز در مزایده به فروش گذاشته شد. شرکت نساج خوجند از کارخانه‌های بزرگ مرکز ولایت سوخت به شمار می‌آید که سال 1932 فعال شده در آن بیش از 1000 بافنده و مهندسان کار می‌کردند. پس از پاشخوری شوروی کارخانه خصوصی شده در زمینه آن جمعیت دارای مسئولیتش محدود ابریشم و بعداً شرکت تکستیل سیدی تأسیس یافته است. سال 2013 شرکت به نساج خوجند تغییر نام کرد. تا زمان دچار شدن به مشکل 280 کارگر داشت. همکارم فرزان محمدی بود که از نزد بنای نساج خوجند گزارش میداد. اینجا در شهر پراگا همکارم عبدالله شورف نیز از آغاز این موضوع را پیگیری داشت. عبدالله سلام. آیا این یگانه کارخانه قرضدار در جمهوری است که به مشکل دچار شد و مقامات اندازان را فوراً به فروش گذاشتند؟ نشالها شرکت های از انداز قرضدار در تاجیکستان خیلی زیادند و کمیته انداز هم هر سال فهرست آنها را نشر می کند. در صدر قرضدارها بیشتر کارخانه های عظیم دولتی می ایستند. از جمله
و شرکت برق تاجیکی قرضش از انداز از 70 میلیون سومانی بیشتر است. همین گونه شرکت مخابراتی دولتی تاجیک تلکام، تاجیک ایر، چند شرکت زیرتابه تلکو به مثل تلکو ریسورس، الومین ساختمان نیز از انداز میلیون ها سومانی قرض دارند. اما ناظران انداز در رویانیدن مالیات از این شرکت ها چندان جدل نمی کنند، چون بیشتر این کارخانه ها دولتی هستند، ولی از میان بخش خصوصی نیز شرکت های قرضدار کم نیستند. برای مثال قرض شرکتی نساجی رسنده قرغان تپه موافق معلومات اخیر از 20 میلیون سومانی بیشتر است، ولی از چه باشد ناظران انداز به این قاطعیت تلاش نمی کنند که آن را رویانند. خب عبدالله، احتمال کسی از صاحبکاران با نفوذ و قدرتمند این شرکت رو زیر نظر کرد، منظورم شرکت نساجی خوجند؟ عجب نیست، این گونه شک و گمان ها از احتمال دور نیستند شهلا، اما ما حالا فکت و دلیل در این زمینه در دست نداریم. مسئولان کمیته انداز ولایت سوخت ادعا دارند که این شرکت تنها کارخانه نیست که اموالش حبس شده و از راه فروش آن مقامات میخواهند نقشه درآمدهای بودجه را از سبب انداز پر کنند. اما مهم از همه، طور از در گزارش بالا هم ذکر شد، در این کارخانه حدود 280 نفر کار میکردند و در این ماجرای میان ناظران انداز و مالکان این کارخانه نساجی بیش از همه کارگران این کارخانه رنج میکشند، چون بنابر این کشمکش های مالی کارخانه مثل پیشین فعال نیست و وقت کارخانه مال استحصال نمی کند، طبیعی است که به کارمندان معاش هم داده نمیتواند. فهمو، تشکر عبدالله برای صحبت. خوب بینندگان عزیز، در ادامه برنامه از آن خواهیم گفت که تاجیکستان 7 زندانیش را از قزاقستان قبول نکرد. در روز جهانی معلولان نگاه خواهیم داشت به زندگی یک گروه از این قشر که میخواهند با مهنت حلال روزگارشان را پیش برند. و مطلب دیگری ما از گرمای امسال نقل میکند که در تاریخ نادر است، اما قبل از آن به آگاهی توجه کنید. در حالی که مسئولان شرکت برق توجیک بیش از یک ماه باز محدودیت نیروی برق را به تعمیر دستگاه و زیرایستگاه ها ربط میدهند، معاون سروزیر سبب آن را کم بودن آب در آب انبارها نامیده است. عثمان علی عثمان زاده دیروز در جلسه در ختلان اینچنین گفته زیاد شدن اهالی و از معیار زیاد استفاده نمودن نیروی برق کم بودی آن را پیش آورد. در این باره شعبه اطلاعاتی و تحلیل دستگاه رئیسی ولایت ختلان خبر داد. ساکنان تاجیکستان بیش از یک ماه اینجوری با محدودیت نیروی برق مواجه هستند. ماه ایول امسال شرکت برق توجیک از کمبود آب در دریای وخش خبر داده بود. سلسله نیروگاه ها در رود وخش از تولید کننده های اصلی نیروی برق در کشور می باشند. نیروگاه برق آبی راغون هم به آن داخل می شود. امروز در جهان روز معیوبان تجلیل می گردد. معمولا وقتی ما درباره این قشر سخن میگوییم پیش نظر افراد نیازمند و دستنگر پدید می آید، ولی شمار زیادی افراد با نقص جسمانی از ما و شما کمی ندارند و میخواهند برابر دیگران فعال باشند و نان خود و فرزندانشان را پیدا کنند. همین گونه یک گروه زنان معلول از حکومت نویه فردوسی شهر دوشنبه بینایی گرفته میخواهند در آن کارگاه دوزندگی را راه اندازند. اکنون طرف دیگری مسئله باقی مانده است که بنا را ترمیم و کار را شروع کنند. سرویناز روح‌الله و شهلای عبدالله در این باره نقل میکنند. نرگس معیوبی گروه یکم است. او همراه با 9 تن از همتقدیرانش ماه‌ها باز دنبال تشکیل کارگاه دوزندگی اند. چند پیش ناحیه حکومت فردوسی یک بینای برایشان جدا نمود، اما برای تعمیر و براه ماندن کار سرمایه گذار می جویند. زمینش چی نداره، زمینش قالی نداره، اتپلن هیچی نداره که ما همینجا چیکنیم کار کنند دخترها. برای کار کردن همینجا گفتم کم دستگیری کنیم که ما چیکنیم همینجا خیلی کار برای کار کردن. این گروه معیوبان باور دارند که با تشکیل کارگاه دوزندگی می توانند فایده به دست آورده روزگاری خود رو پیش برند. من میخوام که اینجا هم ماشین یاردم که من خودم 3 ماشین دارم، ماشین یاردم کنن اتپلن کنن که فرزنداشون هم بیارم مونن خودشون هم کار کنن. در خونه فرزند معیوب مونده نمیشه. مسئولان میگویند در پی مراجعت گروه زنان معیوب 3 ماه قبل به آنها بینایی دادند تا کار خود را شروع نمایند و از مشکلی زنان و دختران معیوب خبر دارند.
البته کارگاه تعمیر طلب است. ما میتوانستیم که کارگاه بهتر تیم به آنها که تعمیر کمتر کنند، لیکن ما برده نشان دادیم همین جایها رو با سببی که راه کم دور بود آنها همین جا رو مخفول کردن و گفتن که ما کوشش میکنیم که این صاحب کارای یافته دریافت کرده تعمیر کنیم، لیکن ما میتونیم. با گفته این مسئول این گروه معیوبان از پرداخت حق اجاره بنا آزاد بوده، در صورت تشکیل کارگاه انداز نیز نمیسپارند. شکایت از نبود امتیاز و شرایط کافی برای معیوبان پیوسته صدا می‌دهد، اما در نهادهای دولتی میگویند سالهای اخیر توجه نسبت معیوبان بیشتر شده، آنها از امکانات و شرایط‌های بهتر برخوردارند. در کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان گفتند در 2 سال اخیر 7 تن از زنان معیوب صاحب گرانت‌های پرزیدنتی شده، از این راه کار و فعالیت خود را به راه ماندند. بنا به معلومات رسمی محصولات در حجم 2 میلیون سومانی گرانت‌های پرزیدنتی برای زن‌های صاحبکار و تشبثکار جدا می‌شوند که این به زنان معیوب هنرمند نیز ربط دارد. نمایندگان برخی از سازمان‌های جمعیتی میگویند سالهای اخیر تلاش معلولان برای صاحب جای کار شدن به مراتب بیشتر شده است. بیشتر علل خصوص زنانی معیوبیت داشته، دخترانی معیوبیت داشته در خانه‌ها میشستند، شر میکردند یا هر روز داشتن از برآمدن به جامعه. حاضر بسیارتر فعال میباشند. در تاجیکستان بیش از 150,000 نفر همچون معیوب و یا افرادی دارای امکانات‌های محدود به قید گرفته شده است. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. بنا به گزارش سازمان جهانی آب و هواسنجی سال 2020 گرمترین سال بوده است. هواشناسان میگویند در تمام تاریخ مشاهده های آنها دمای امسال هوا پستر از 4 سال پیش است. تفصیلات در گزارش همکارم مومن احمدی. سال 2020 طور بسیاری ها فکر میکنند چندان سال بد نبود. سال 2016 از این بدتر بوده است. حداقل از نگاه گرمایشی سراسری. نشانداد پیشکی سازمان جهانی متئورولوژی معین کرده است که سال 2020 دومین سال گرمترین بوده است. 12 ماه گذشته در یاد آدمان نه تنها با پاندمی کرونا ویروس بلکه با به طور بی‌سابقه تفسیدن حرارت هوا و گاه‌ها با پیامدهای چون سوختار در جنگل‌های استرالیا، سیبیر و کالیفرنیا نقش می‌بندد. همچنین آدمان در این مدت خشکسالی و طوفان‌های شدید را شاهد شدند. حرارت آب هم در 80% اقیانوس جهان از معیار بیشتر بود. این هم به تاکید هواسنجان نتیجه گرمایش سرتاسری در جهان بود. به اطلاع سازمان جهانی هواشناسی، حجم گازهای گلخانه‌ای در فضا به طور رکوردی افزایش یافته از سال 2019 هم بیشتر بود. حتی بسته‌شوی مرز و راه‌ها در پی پاندمی کرونا ویروس هم به این تأثیر نکرد. به حساب میانه حرارت در سیاره از نشان دهنده های سالهای 1850 و 1900 1.2% درجه بیشتر بوده است. سازمان جهانی متئورولوژی سازشنامه اقلیمی پاریژ را به یاد می‌آورد. طبق آن ضرور است که گرمشوی سراسری در جهان را تا 1.5 درجه پایین آورد. و یک خبر دیگر هم داریم. تاجیکستان از قبول 7 شهروندش که با گناه تروریسم در زندان‌های قزاقستان ادای جزا می‌کنند خودداری کرده است. دادگاه شهر الماتو ماه سپتامبر سال 2019 این تاجیکان را با جرم آمادگی به عمل تروریستی به 12 سال زندان محکوم کرد. پیوندان اکثر این زندانیان میگویند که آنها در این قضیه قربانی هستند. بینندگان عزیز، با همین مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی cw.azadi.org بخوانید و نوارهای روز چون همیشه در آزادی ویدیو در کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته میشوند. فراموش نکنید از آن که فردا باز همه شما را با خبرهای نو و تازه منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیزان.